دو تا اسم دارم. خب چیه؟ اسم من لیوه و اسم من ایرانی ارسلان هست. اسم گذاشتی برای خودت. خب ببینم چجوری یاد گرفتی فارسی رو؟ فقط با رفیقم با اینترنت خوندم. تو اینترنت؟ بله. فارسی می نویسم، بلدم و بخونم. بله. خیلی دوست دارم فارسی حرف میزنم. قشنگ فارسی و فولی دیگه آره؟ بله مثل بلبل. اوه براو. آهنگای ایرانی هم میدونی؟ ببخشید دوباره بگو. آهنگای ایرانی میدونی؟ آهنگه؟ الان چند دقیقه پیش میخوندی آهنگ. موزیک رو منظورم. بخونم؟ آره بخون. اوکی. تنت دلت با من هماهنگه نگاه تو چشمامه تنت با من میرقصه همون حسی که میخوامه تو این دنیا واسه شب هم جز و خوشت پناهی با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جا نیست همینجا با تو میمونم همینجا که هوا خوبی نفس تو سینه میگیره دلم واسه تو میکوبه من یه دیوونم وقتش عقل شم تو تایت خوبی خیل بده عشقشم عمرمو گشتن تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی عالی یه دونه بخونم اوکی سیا نرما نرما سیا توبه توبه سیا نرما نرما سیا توبه توبه سیا خیلی جانا سیا مهربانا سیا ملهمانا سیا زعفرانه سیا نرما نرما سیا توبه توبه سیا نرما نرما سیا توبه توبه سیا جون در بابا سیا دندونش تلا سیا خطرش عزیزه سیا دکتر نخدا دوست دارم با من ازدواج میکنی تو عزیز دلمه Good job! Hello. Subcon. This is man Farsi lesson. Let's begin. Salam. چطوری؟ خوبی؟ تو چطوری؟ خوبم. من میرم خانه. چرا دوستم داری؟ مرسی. خواهش میکنم. چی کار میکنی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ مشکلی نداره؟ باشه بله آره من هستم که باید برم بعدم صحبت میکنیم swear words تولدت مبارک دوست دارم بسته نه شب بخیر صبح بخیر کرم کردی آفرین سب کن ساعت چنده من نور هستم از دستی تو چرا تو دی من زنگ نزدی قرآن تو کلی جالبی چرا کمکم کن چی؟ من تلفن صحبت میکنم با تو سب کن ببین میکنی میدونم نمیدونم من دلم تنگ شده I memorize this part 1 2
3 4 5 6 7 8 9 Yay. Thank you. What? صبر کن کار چطور بود؟ ساعت چند کار تمام میشه؟ تو چته؟ باید بعد حرف بزنم میتونم بعد زنگ بزنم امروز فردا دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه اوکی ساعت چند میری؟ من نمیخوام میخوام میش دست باشن میشه بدی به من گشنمه گازا منو ببر خونه شب زنگ بزن روزت چطور بود؟ خداحافظ